متخصصان مرکز اندوکرینولوژی ولایت اطلاع می‌دهند که مبتلا شدن به بیماری فربهی سبب‌های گوناگون دارد. پرخوری، رعایت نکردن طرز حیاتی سالم، استعمال نمودن محصولات گوشتی سیروغن و محصولات قنادی باعث گرفتار شدن به بیماری فربهی می‌گردد. فربهی بیماری است، یکی از بیماری‌های اندوکرینی است که در اساس آن زمشوی برزیادی چرب در ارگانیسم به نظر می رسد. از روی تصنیفات کلینیکی فربهی به 4 گروه جدا می شود. این فربهی اولیه، فربهی سیمپتوماتیکی، فربهی معاینگی و فربهی اندوکرینی. وابسته به سبب‌های این تصنیفات این را جدا کرده است و از روی سبب همین بیماری جدا کرده می شود. برای پیشگیری، تشخیص و معاینه بیماری دیابت قند با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان برنامه ملی در دوره سالهای 2019-2024 قبول گردیده است که جهت عملی سازی برنامه از طرف کارمندان مرکز و دیگر ساختارها کارهای نظررس انجام داده می شود. برنامه نه تنها به ساحه تندرستی داخل دارد، این برنامه همه جبهه‌های ساحه را در بر میگیرد و برای پیشگیری این بیماری باید همه سهم معین خود را گذارد. کم حرکتی در حالت از معیار استعمال نمودن خوراک باعث بیماری فربهی می گردد. کارمندان مرکز ابراز داشتند هنگامی که مقدار زیادی کسلت‌های چربی و کربوهیدرات‌ها اکسید می‌شوند، اگر فعالیت موشک‌ها ضعیف باشد، کسلت‌های چربی و کربوهیدرات‌ها به چربی بدن مبدل می‌گردد. باعث قید است که خوراک‌های تیزتیار را می‌توان مشاهده نمود در دکان و مغازه‌ها، مؤسسه‌های تعلیمی و بازارهای استعمالی. توجه ساکنان به خصوص کودکان به این موادها زیاد بوده و سالهای اخیر در بین کودکان تا سن 14 ساله فربهی به مراتب زیاد گردیده است. این بیماری رو برای چی ما میخواهیم که ساده راهش گیریم یا که پیشگیری کنیم یا اینکه سطحش کم کنیم؟ برای اینکه همین بیماری عامل هست برای چند بیماری دیگر. فربهی نیز عارضه‌های وزنی دارد. شخصان فربهی برای کم نمودن وزن باید بیشتر به مشق و تمرین مشغول شوند. اگر که همردیف دیگر بیماری‌ها را داشته باشند، حتما از توصیه و مصلحت متخصصان اندوکرینولوژ بیماری‌های دل و رگ‌های خونگرد برخوردار گردند. اول باید بیماری که وزن زیادی دارد یا که بیماری فربهی دارد به نزد دکتر منطقویش مراجعت کند تا اینکه سبب و نمودی بیماری معاین کرده شود. در حالتی که سبب و نمودی خود بیماری معاین کرده شد، وابسته به سببش همون حالت برطرف کرده می شود. یعنی که معاین کرده شود، مثال بیماری اولیه است، سیمپتوماتیکی است، معاینگی است یا که اندوکرینی است، وابسته به سببش تومت تعیین کرده می شود، پرهیز تعیین کرده می شود و این بیمار تحت نظارت و توبت قرار می گیرد. دکتران مرکز اندوکرینولوژی ولایت اظهار نگرانی نمودند که والدین باید نسبت سلامتی فرزندان و خصوص سن خردسالی اهمیت جدی دهند. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی باید مسئولین نسبت سلامتی طالب علمان و خصوص صنف‌های ابتدایی اهمیت جدی دهند، چون که توجه آنها به استعمال موادهای تیزتیار زیادتر می باشد. این بیماری در کودکان هم نسبتاً زیاد شده است، نه اونقدر زیاد نه، لیکن نسبتاً زیاد شده است و ما نیز حرکت کرده ایستادیم که در بین کودکان و نورسان نیز همین پرابلم یک حل خودش را یابد تا اینکه کودکان و نورسان سالم به وای رسیده آینده به هر گونه بیماری ها گرفتار نشوند. واقعا فربهی سالهای آخر در بین جوانان و کلانسالان زیاد گشته و یگانه راهی که انسان را از فربهی امن نگاه می دارد غذای سالم بوده، خودداری از خوراک‌های چربدار، خمیری در پیشگیری بیماری‌های گوناگون از منفیت خالی نیست. آب و تاب بدن نیز در پیشگیری دلخواه بیماری‌ها مساعدت می‌کند. چنان متخصصان اطلاع می‌دهند فربهی نیز ارثی شده می‌تواند. از این رو هر یک انسان باید غمخوار سلامتی خود باشد، در استعمال دلخواه غذاها اهمیت جدی دهند و اگر که وزن زیاد داشته باشند شبهه از این بیماری ها را دارند، حتما به متخصصان اندوکرینولوژ مراجعت نمایند.